80 سانتیمتری طرفش دلشم خیلی تو پیرا رفت بیا خانه محمد المرودوف در 10 متری رودی دیوانه سایه است. حالا او سطح طرف بالا رونده آب را حساب میکند. ترس این ساکنی کلاب از آن است که پر شدن سای باز به منزل او آسیب نرساند. سال 2021 در اینجا سیل 10 خانه را ویران کرد. بعد این حادثه با دستور پرزیدنت برای مستحکم کردن ساحل ها زیاده از 62 میلیون سومانی جدا و کارهای ساحل بندی سر شد. ما سنگاو داشتیم، سنگاوی ما را کندن، با جاش لاتاک موندن. در بارانهای یک هفته اخیر بار دوم است که رودخانه از سنگ و شغل پر می شود. ماه نوامبر سال 2022 با سیل آمد. رودخانه از سنگ پر شد و بعد از شکایت ساکنان به تازه کردن سای پرداختند. حالا ساکنان در تشویشند که همه این دوباره تکرار می شود. دمیجا کوپریک داشتیم چند باری سیل اومد یگم چیش نکرد اینو من کندم کوپریک مون دو فقط سیل بیاد بخرم کوپریک مون میبرد کوپریک مون میبرد خونو را میدروه. مقامات از پایان مرحله اولی ساحل بندی گزارش میدهند. در 4 موضع از طرف دیرکت انشاءات ساختمانی نزد حکومت جمهوری ترکستان ساختمانی برطرف کنی اوقات طبیعی سر شده بود. یک مرحله اولش تا جای ما معلومات داریم با آخر رسیده است. حالا کمیته حالتهای فوق‌العاده منطقه کلوب از دو سوی نگران است. دیوانه سای و شورک سای. هر دوی آنها از میان خانه‌های ساکنان می‌گذرند. سال 2021 در این دو سوی 6 نفر را به هلاکت رساند و 10 خانه را ولنگار کرد. ساکنان تفتیش و نظارت ساحل بندی را طلب دارند، اما در کمیته حالتهای فوق‌العاده میگویند حق نظارت ندارند. همون یک بارانی پرشدتی اومدگی چی کارایی را در منطقه کلوب نیورد و شخصا در همین شهر کلوب هم در همون دو تا سوی که هم دیوانه سوی هم شور سوی. سرگاه این دو رودخانه در ناحیه شمس‌الدین شاهین است. این پیشنهادها نیز شنیده می شود که کار را باید از آنجا سر کرد تا در پایان آب به علت ساحل بندی به صفت باز قربانی و ویرانی ها پیش نآیند. محمود جان احمدزاده، آزادی، کلاب.